جنگ بزرگ رجا با غزال نایت به خاطر ازدواج دومش. آیا با واقعیت غزال نایت از همسر اولش رجا جدا شده بود یا خیر؟ اکنون غزال نایت با کی ازدواج کرده است؟ گفته های تازه غزال نایت درباره همسر دومش و گفته های تازه رجا در صفحات مجازی بر علیه غزال نایت. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. غزال نایت هنرمند جوان، یکی از چهره‌های مطرح و پر از سر صدا در صفحات مجازی افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را غزال نایت داشته است. غزال نایت همسر اول رجا رایش، یک تن از هنرمندان پاپخانه افغان بوده است. بعد از آن که غزال نایت به کشور کانادا سفر کرد و از همسرش رجا رایش جدا شد و کاملا راه هنر موسیقیش را جدا ساخت. تا کنون معلوم نیست دلیل جدا شدن غزال نایت از شوهرش چی بوده است، ولی این روزها تصاویر تازه غزال نایت در صفحات مجازی نشر می شود که وی با شخص دیگر ازدواج کرده است، ولی رجا رایش اکنون در کشور استرالیا زندگی می کند و ازدواج دیگر نداشته است. زندگی خوش و موفقی برای غزال نایت آرزو دارم. اما جالب اینجاست مدت می شود غزال نایت کاملا از کارهای هنر موسیقیش به دور بوده است و معلوم نیست دلیل دوری غزال نایت از هنر موسیقی چی بوده است. آهنگ جدید برای دوستدارانش نشر نکرده است، کنسرت برگزار نکرده است. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان غزال نایت به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تک تک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته شاد و موفق و کامیاب باشید.